السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. علی اکبر حساموف را اوکراین به تاجیکستان استرداد نکرد. آمادگی حکومت تاجیکستان و مخالفین به نشست امساله سازمان امنیت و همکاری اروپا. نکاح در تاجیکستان کاهش یافته، تعداد طلاق زیاد شده است. رقم تلفن موبیلی بیش از 400 میلیون استفاده برنده شبکه اجتماعی فیسبوک در دسترس عموم قرار گرفته است. طور پیشتر خبر داده بودیم علی اکبر حساموف 35 ساله شهروند تاجیکستان و زاده شهر پنجکند که حدود یک سال در اوکراین اقامت داشت با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شده و به او استرداد تهدید می‌کرد. دیروز 5 سپتامبر در شهر کیف در مرافعه سعودی مسئله استرداد او بررسی شد و طبق گفته وکیل دفاع حساموف از حجت‌ها و دلیل‌های ارسال نموده مقامات تاجیکستان برای استرداد حساموف صادقانه نشده است. مقامات تاجیکستان حساموف را با 2 ماده کادکس جنایی 307 دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و 401 زرخریدی متهم می‌کنند. طبق اطلاع منبع پیام در پرونده‌ای که مقامات تاجیکستان و مقامات اوکراین فرستاده‌اند، حساموف را به شرکت در جنگ‌های خاورمیانه متهم می‌کنند. در پرونده همچنین آمده است که علی اکبر مدرسه عالم دادخواه شهر پنجکند و دانشگاه الازهر مصر را ختم کرده است. اما روزنامه‌نگار بابا رجب خالف محمد رجب شاهین از خویشاوندان حساموف میگوید تمام وجه‌های در پرونده آورده شده تهمت است. او با پیام گفت علی اکبر 1 ساعت هم در قلمروی سوریه و عراق و افغانستان نبود. او سالها در روسیه مهاجر مهنتی بود. مصر ترکیه فقط برای دیدن من آمده بود. بعد سال 2017 به ترکیه برای کار آمده، بنابر پیدا نشدن کار خوب سال 2018 به اوکراین رفت. به بنده شهرجب شوهیم خبر رسید که یکی از خویشاوندان من در جمهوری اوکراین بازداشت شده است با طلب جمهوری دیکتاتوری تاجیکستان، حکومتداری دیکتاتوران تاجیکستان و همه ما شما چه در داخل چه در خارج میدونیم و فهمیدیم که این حکومت دیکتاتوری است و به هر راه و واسطه آزاداندیشانش را، مخالفانش را تهدید میکند و بازداشت میکند، شکنجه و زندان میکند، حتی قتل و کشتار میکند. و شما در زندان شهر خوجند و در زندان شهر وحدت و اخیراً در نقل زندانیان در شهر خوجند به شهر دوشنبه کشته شدن چند زندانیان را مشاهده کردیم. حالا حساموف علی اکبر که زاده ناحیه پنجکند ولایت سعودی جمهوری تاجیکستان می باشد و حالا در جمهوری اوکراین بازداشت شده است و ممکن است که به تاجیکستان استرداد شود. من از این فرصت مناسب استفاده برده همه سازمان‌های داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا و از حزب و حرکت‌های داخلی تاجیکستان ما و شما اپوزیسیونی تاجیکستان مثل پیمان ملی جمهوری تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان و انجمن مهاجران آسیا و از همه ژورنالیستان و گروه بسیجو احترامانه خواهش میکنم که در این قضیه دخالت کنند تا این شهروند کامل حقوق، تا این شهروند بیگناه که من خویشاوند نزدیک من هست و من شهادت میدهم که او بیگناه است و 1 ساعت در یگان مدرسه داخلی و خارجی تحصیل نکرده است و 1 ساعت هم در قلمرو کشورهای بگیریم که سوریه و عراق و افغانستان نبود و من این چیزا به تمام اطمینان میگویم. ژوکوف وادیم ویکتورویچ وکیل دفاعی حساموف میگوید
مرافعی سعودی که دیروز 5 سپتامبر شده گذشت، سود حجت‌های طلبی استرداد حساموف از جانب مقامات تاجیکستان را دیده برآمد، اما بنابر قانع کننده نبودن حجت و دلیل‌ها سود طلب کرد که پرونده بازبینی شود. Доказательства они не направляют никакие, не предусмотрено направление доказательств. Они направили тот пакет, который предусмотрен. Просто уведомление о том, что по нему есть в Таджикистане уголовное дело, и он находится в розыске. Все. Больше документов не представляется, чтобы надавали. Там нет, не обязательно, чтобы были какие-то решения судов, приговоры какие-то. Достаточно уведомления о том, что вот по нему идет уголовное дело и такая-то статья. Вот, и он нужен здесь для рассмотрения этого уголовного дела. Все. Никто ничего не предрешает о виновности или невиновности. Об этом речь не идет. حکومت تاجیکستان و اتحاد مخالفین یعنی پیمان ملی تاجیکستان هیئت‌های خود در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید به وضع حقوق بشر که از 16 تا 26 سپتامبر در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود معین کردند. حکومت تاجیکستان را در این نشست وفا نیت‌بگزاده سردار ریاست اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی سیاست خارجی، رستم عزیزی معاون رئیس مرکزی اسلام شناسی، عبدالله الرهنما مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه اجرایی رئیس جمهور دادستان کل نمایندگی خواهند کرد. از جانب مخالفین در این نشست حدود 15 نفر در رأس رهبری پیمان ملی محی‌الدین کبیر شرکت می‌کنند. از جمله شرکت کنندگان علیم شیرزمانوف معاون رهبری پیمان ملی تاجیکستان و دبیر انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، الهامجان یعقوبوف رهبری انجمن مهاجران آسیای مرکزی، شرافالدین گدایف رهبری جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان، تیمور ورقی رهبری دپارتمنت اطلاعاتی پیمان ملی تاجیکستان و غیرها هستند. سالهای پیش در بین مخالفان پراکندگی دیده می شد و این پراکندگی در نشست ورشو هم برملا به چشم خود. شکر خداوند که این سال به نشست ورشو مخالفان آمادگی جدی دادند و یک تیم خیلی پرقوتی هم زیر پرچم پیمان ملی تاجیکستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. سالهای قبلی شاید به شماره بیشتر اهمیت می دادن و به صفت اونقدر اهمیت نمی دادن. فعلا از جانب پیمان ملی تاجیکستان که یک سالگی آن به نشست ورشو رسم می‌آید، نفران اشتراک خواهند کرد که امروز در بین وکیلان سازمان‌های بین المللی حقوق انسان شناخته شدند و در نشست ورشو بار دیگر مشکل تاجیکستان، نقض حقوق انسان، وضع زندانیان و دیگر مشکلات اجتماعی که مردم در تاجیکستان با آن روبرویند به گوش جوانیان رسانده خواهد شد. سال چهارم است که نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به میدان بحث حکومت و مخالفین تبدیل می شود. سال اول نمایندگان حکومت آن را با نشان اعتراض از حضور مخالفین ترک کرده بودند. سال سوم یعنی سال 2018 حکومت به هیئت خود مخالفین سابق ایام الدین ستاری و عبدالرحیم کریموف را شامل کرده بود. امسال این دو نفر در هیئت نیستند، ولی به جای آنها حکومت عبدالله الرهنما سابق مخالف سخنگوی حاج اکبر تورجانزاده و یاردمچی زید سیدوف را می بیارد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارمان امیر قیوموف با شما گزارش می دهد. یک مهاجر تاجیک را در روسیه قطاره برقی زده کشته است. در شبکه یوتیوب نوار نشر شد که در آن گفته می شود نفر کشته شده تاجیک است. با گفته در جای حادثه بودگان او را از روی ریلز ها بالا آوردند. ظاهرا کسی شاهد مرگ مهاجر تاجیک نبوده است، چون از حرفهای چند نفری که آنجا قرار دارند برمیآید که آنها دیرتر به جای حادثه رسیدند. مردگی ایازی اگون چیش نیسته برادرها باید ایره تاجیکستان رای کنیم. این همی حادثه در ادنایا
خیلی نه حادثه را ببینیدم خیلی در پیش در یگان کس نیست یگان تاجیک نمیگه میگوی سکسویب داره اینه دیده می شود علاقه کارمندان یاری تعجیلی در اطراف او گشت و گذار می کنند و عملیات طبی می گذرانند. حادثه در شهرک کوکوش کینای ناحیه اودینسا و ولایت مسکو رخ داده است، اما درباره شخصیت مقتول معلومات گفته نشده است. ثبت نیکا در تاجیکستان کاهش یافته، تعداد طلاق زیاد شده است. طبق گزارش اگنتی آمار تاجیکستان، شماره ثبت ازدواج طی 6 ماه اول سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 1% کم شده است. طور منبع گزارش می‌دهد در 6 ماه 33,500 جفت عقد نکاح بستند. تأکید شده است که کاهش ازدواج تقریباً در همه نواحی تاجیکستان جای دارد. در همین حال طی نیم ساله اول سال روان بیش از 6,000 حالت طلاق به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 481 حالت بیشتر می باشد. قبلا خبر داده شد که خانه‌دارشوی تاجیکستانیان با خارجیان کاهش یافته است. وزارت عدلیه این حالت را به تغییرات در کودکس عائله کشور ربط داد که سال 2011 قبول شده بود. بر اساس مقررات کودکس عائله، خارجی ها قبل از ازدواج با دختران تاجیکستانی باید آنها را با خانه تامین کنند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی کاربران بارها از زیاد شدن نکاح زنان و دختران تاجیک با ملت‌های بیگانه، خصوصاً با مردان چینی، اظهار نگرانی کردند. بجز از ولایت مختار کوهستان بدخشان، در دیگر مناطق جمهوری افزایش مرگ کودکان نوزاد بیشتر مشاهده می شود. در نیمه اول سال جاری در تاجیکستان بیش از 16,000 کودک فوتیده است. بنا به گزارش آژانس آمار تاجیکستان، تولید کودکان در 7 ماه اخیر سال روان در ولایت ختلان 5.1%، در شهر دوشنبه 8.3%، ناحیه‌های تابع جمهوری 6.4%، ولایت سوغد 0.5% و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 6.2% صورت گرفته است. همزمان منبع تاکید می‌کند که مرگ نوزادان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 6.3% بیشتر به قید گرفته شده است. بر اساس گزارش‌های اخیر آماری، شماره اهالی کشور در آغاز ماه ایول سال جاری به 9,212,000 نفر رسیده است. متخصصان ساحه طب فوت بر محل کودکان را به نارسایی غذا، پست شدن ایمونیتت و عدم برنامه مخصوص غمخواری دولتی به مادران حامله و کودکدار ربط می‌دهند. رقم تلفن موبیلی بیش از 400 میلیون استفاده برنده شبکه اجتماعی فیسبوک در دسترس عموم قرار گرفته است. در این باره 4 سپتامبر نشریه تچ کرونچ خبر داد. در مخزن محافظت نشونده صدها هزار ثبت وجود دارد که رقم‌های مخصوص و شماره‌های موبیلی کارمندان نگهداری می‌شوند. طور نشریه تچ کرونچ ذکر کرده است در بعضی از ثبت‌ها نام استفاده برنده، جنس و کشور اقامتش آشکار است. در مخزن رقم 133 میلیون کاربران از امریکا، 50 میلیون از ویتنام و 18 میلیون از بریتانیا ظاهر شده است. نشریه نوشته است که دسترس عام شدن این معلومات به کاربران خطر ایجاد می‌کند و آنها را زیر حمله قلابان قرار می‌دهد و رقم‌های موبیلیشان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. ماه ایول امسال کمیسیون فدرالی سودای امریکا فیسبوک را برای حفظ نکردن مشخصات کاربران 5 میلیارد دلار جریمه کرده بود. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری نمایید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشین در رادیوی پیام صدا می‌دهند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید.
مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. خیلی زیاد هموطنان الکی با ما در تماس هستند و معلومات های زیاده به ما فرستاده اند. با تمامی نفرانی که ناوابسته از همه مشکلی ها به ما معلومات می فرستند اظهار تشکر و منتداری می کنیم. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. اینچنین ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا هفته دیگر.